مسئله تغییریابی اقلیم در برابر جامعه بشر در مد اول حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد، زیرا در تغییریابی اقلیم بیشتر پریخ‌ها آب شده به ساکنان ضررهای گوناگون می‌رسد. حکومت جمهوری در ردیف دیگر دولت‌ها جهت حل مشکلات اکولوژی و تغییریابی اقلیم فعالانه شرکت نموده، یک قطار کنونسی‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد را در ساحه حفظ محیط زیست، برنامه ملی و استراتژی تهیه و قبول نموده است. طبق معلومات در جهان زیاده از 1 میلیارد آدم از نارسایی آب تنقیسی میکشند که این به پرابلم جهانی تبدیل یافته است و همین شماره میتواند در سالهای آینده خیلی افزایش یابد. برای همین جمهوری تاجیکستان 5 هدفی که در سازمان ملل متحد قبول شده است همش مسائل های آبی میباشند. طبق پیشگویی انستیتوت تحقیقاتی اقیانوس آرام در 30 سال اخیر از نارسایی آب میتواند این شماره به 34 میلیون نفر رسد. از همین لحاظ پیشنهاد پنجم پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در اسامبله سازمان ملل متحد روز 21 مارس همچون روز حفظ پیرخو اعلام گردید که از طرف 190 کشور دستگیری یافت. در جمله تایسون 947 دریای است که دروازه‌شان از 10 کیلومتر بیشترند. دروازه عمومی دریاهای تاجیکستان 28500 کیلومتر است. در جمله تایسون 200 کلو چشمه‌ها موجود است. یکی از منبع‌های اساسی ذخیره آب در تاجیکستان این پیرخو است که پیرخ بزرگترین کوهی جهان با نام فیتچنکو در جمله تاجیکستان قرار دارد. همین مشکلات عمومی بشری سرور دولت را وادار نمود که توجه ساکنان سیاره را برای پیشگیری و خودداری از عاقبت‌های ناخوش این مشکلات روانه نماید. با تلاش و هدایت‌های رهبر سطح عالی کشور، جامعه جهانی تشبس‌های کشور ما را پیوسته اعتراف نموده از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد دستگیری می‌یابد. در مقیاس جهان مشکلات تغییریابی اقلیم و به‌میلان آبشوی پیرخو یکی از مشکلات اساسی در سطح بین‌المللی به حساب می‌رود. پیشوای معظم ملت در انجمن سازمان ملل متحد اوید به حفظ پیرخو برآمد نموده تشبس‌های خود را به جامعه جهان پیشنهاد نمود. خوشبختانه این پیشنهادها از جانب 150 کشور عالم اعتراف گردیده است. تلاش و زحمت‌های بی‌واسطه رهبر دولت در حل مشکلات اهل جامعه یکی از هدف‌های حکومت جمهوری به حساب می‌رود. برای پیشگیری کردن آبشوی پیرخو گازهای گلخانه‌ای در جهان باید تا سال 2030 یعنی تا 50% کم کرده شوند و این نشان دهنده تا سال 2050 یعنی به صفر باید برابر کرده شوند. ما در نتیجه می‌توانیم که پیرخو را از آبشوی امین نگاه داریم. واقعا هم تشبس‌های رهبر دولت اوید به حفظ پیرخو بار دیگر ثابت نمود که تاجیکستان صاحب استقلال در حل مشکلات تغییریابی اقلیم و آبشوی پیرخو در سیاره یکی از کشورهای پیش‌صف بوده در این سمت نقش ارزشمند خود را خواهد گذاشت. طبق معلومات تقریبا 65% آب‌های آسیای مرکزی از جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابند که این باعث خوشبختی مردم تاجیک است که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 8000 پیرخو هستند که یعنی سرگاه اساسی تشکل‌یابی آب‌های مصرفی جمهوری تاجیکستان را تشکیل می‌دهند و همین 65% آب‌های آسیای مرکزی تا بحر الا رفته می‌رسند. تقریبا نارسایی آب امروز در جهان خیلی نظررس است و قریب در اکثریت دولت‌های جهان به مشاهده می‌رسد. طبق ارزیابی عالمان و محققان بیشتری آب‌های تازه آشامیدنی محض از پیرخو وابستگی دارد. حکومت جمهوری برای پیشگیری آبشوی پیرخو که به طبیعت و زندگی انسان‌ها مشکلات زیادی را ایجاد می‌نماید، تدبیرهای زیادی را به انجام رسانده ایستاده است. یگانه سمت پنگ کردن بیماری سیرایتی این نارسایی آبی آشامیدنی است. موافق نشاندادهای آماری قریب 17 کشور افریقا از نارسایی آبی آشامیدنی تنقیسی می‌کشند. برای پیشگیری نمودن آبشوی پیرخو ما واسطه داریم که کبودگذارکنی کشور خود را باز هم بیشتر و بهتر گردانیم. ما آموزگاران واسطه داریم که در نهاد هر یک خواننده محبت بر طبیعت را بیدار کنیم. قبول برنامه دولتی اوید به آموزش و حفظ پیرخوی تاجیکستان برای سالهای 2010-2030 عملی می‌گردد. زحمت و تلاش‌های بی‌واسطه پیشوای ملت کشور ما را همچون تشبسکار در حل مشکلات مبرم سیاره اعتراف نمودند. اقدام‌های انسان‌پرورانه پیشوای ملت در عرصه جهانی در ساحه آب بهر نجات سیاره و انسانیت نگرانده شده است. تغییریابی اقلیم و آبشوی پیرخو از انسانیت وابستگی زیاد دارد. مردم صاحب تمدن تاجیک را لازم است که پیرو صادق پیشوای ملت باشیم و بهر در عمل تطبیق نمودن تشبس‌های بین‌المللی و عمل شوی آنها سهم گذاری نماییم.